نورد پاریژ آرینا قرار است که امروز در اینجا مسابقه بازی‌های المپی برگزار شود و اولین اشتراکچی یا ورزشکار تاجیک که در بازی‌های المپی پاریژ 2024 وارد رقابت خواهد شد این هم مشت‌زن تاجیک بهادر عثمانوف می باشد که ما هم آمدیم سراغ نبرد این نام‌آور کشور تا ببینیم چی نتیجه به دست می آید. اولین برآمد ورزشکاران تاجیک در بازی‌های المپی تابستان پاریژ 2024 به قید رسید. برآمد ورزشکاران تاجیک را در تالار با شکوه نورد پاریژ آرینا نمایندگان رشته باکس آغاز می‌بخشند. البته ما خیلی بر وقت به مکان مسابقه رسیده بودیم و شاهد چندین رقابت دیگر و نکته جالب دیگر نیز شدیم. اولا که تالار پر از مخلص بود، اما مهمتر از همه شکل و شهامت مخلصی در نورد پاریژ آرینا محسوب می‌شد که دقت جلب کننده بود. اکثریت را مخلصان فرانسوی تشکیل می‌دادند و هر عمل کردی خوبی هر دو جانب با واکنش‌های بسیار دیدنی و کفکوبی‌های پای در هم پیگیری می‌شد. نهایتاً نوبت مشت‌زن تاجیک بهادر عثمانوف نیز فرا رسید. رقیب او در دور مقدماتی رادوسلاو رازینوف از بلغاریا بود. این دو ورزشکار باری اول با هم می‌خوردند، بنابراین با احتیاط کار را آغاز نمودند. رادوسلاو که 20 سال است و در اوج فعالیت خود قرار دارد، در دور یکم که سنجش حریف محسوب می شود از سنجش گذشت و پیش صف گردید. در دور دوم بهادر عثمانوف با حمله های پای در پایش تلاش کرد جریان نیروسنجی را به فایده خودش به انجام رساند، اما زیرکی و تاکتیک پیش گرفته ورزشکار بلغاریا اجازت نداد هدف بهادر عملی گردد. البته در دور آخر هم بهادر کوشش نمود به نتیجه نهایی نیروسنجی تاثیر گذارد، اما دیگر کار از دست رفته بود و در نهایت بانگ انجام نیروسنجی به صدا در آمده داوران میدان دست رادوسلاو رازینوف را بالا برداشتند. همین طور یکی از امیدهای المپی ما در مرحله مقدماتی از ادامه رقابت محروم شد، اما هنوز میان ورزشکاران باقی مانده امیدهای از بین نرفته هستند. در انجام می‌خواهیم نظر اشتراکچیان این نیروسنجی را منظورتان گردانیم. بخش های مردم تاجیک می‌پرسیم که همه با امید ما بود که ما مدال میگیریم، از بس که دویم المپیادای من بود نشد مدال. رقیبم خیلی پرقوت بود. با اینکه با این رقیبم در میدان باری هم وا نخورده ایم، اما من او را خوب میشناسم و میدانم که او در باکس کسبی نیز هنر آزمایی میکند. بنابراین برای این نیروسنجی تاکتیک خاصی را در مقابل حریف به کار بردیم که نتیجه را به نفع ما کرد. تاکتیکی که بلغاریا گرفتگی بود پیشکی بهادر بگفتم تاکتیکی وای کردن در کورنی نزدیک شدن در کورنی تاکتیکی خودتونه پیش بردن در کور. بعد یکم راوند سور کردن در کور نبود، طرفی چپ طرفی راست فریاد کردن در کور بود، پیشواز گرفتن در کور دستی قفا خطی. همین کارش نشد. نو سوم راوند کم که خودش با آمده اوج کار با در آمدگی بود. یکم دوم راوند بای دادن.